در این ویدیو قصد دارم مطالبی رو در خصوص استاندارد ملی ایران به شماره 23064 که برگرفته از استاندارد آلمانی DIN 18014 هست رو خدمتتون ارائه بدم. استاندارد 23064 به کل در خصوص طرح ریزی و اجرای الکترودهای زمین فونداسیون مطالبی رو بیان کرده که چند تا از بندهای اون رو با شما به اشتراک میذارم. الکترودهای زمین فونداسیون مزایای بسیار زیادی دارند که در استانداردهای معتبر در مقررات ملی ساختمان مبحث 13 و در راهنمای مبحث 13 مقررات ملی به اون اشاره شده، توصیه شده که از این الکترود استفاده بشه. از مزایای اون میشه به این موارد اشاره کرد که این الکترود نیاز به حفاری اضافه نداره، نیاز به آبیاری نداره، هرچند که در همین استاندارد توصیه میکنه که به صورت سالیانه مقاومت الکترود فونداسیون زمین بررسی بشه. و با توجه به اینکه فونداسیون و سازه ساختمان وزن بسیار زیادی داره، این الکترود میتونه ارتباط خوبی رو با خاک برقرار کنه. و بالاخره با توجه به اینکه در ابتدای مراحل اجرای ساختمان احداث ساختمان اجرا میشه، میتونه به عنوان الکترود زمین ایمنی کارگاه مورد استفاده قرار بگیره. و سایر مزایا که دوستان میتونن به همین استاندارد 23064 رجوع کنن و مشاهده کنن. خب طبق بند 5.1 استاندارد 23064 الکترود فونداسیون زمین حتما باید به صورت رینگ یا حلقه اجرا بشه. ابعاد رینگ یا حلقه به هیچ عنوان نباید از 20 در 20 متر تجاوز کنه. در صورتی که ابعاد ساختمان و ابعاد فونداسیون بزرگتر بود، باید از تعداد رینگ ها و حلقه های بیشتری استفاده بشه. هرچند که در ادامه همین بند بیان میکنه که این ابعاد 20 در 20 برای زمانی است که ما انتظار نداریم و نمیخواهیم از الکترود فونداسیون زمین به عنوان بخشی از سیستم حفاظت سائقه استفاده کنیم. در زمانی که قصد ما استفاده به عنوان سیستم حفاظت سائقه هست، ابعاد متفاوت هست و امکان داره کوچکتر باشه که در این موارد باید استانداردهای مربوط به سیستم حفاظت سائقه مورد توجه قرار بگیره. در رابطه با اجرای الکترود زمین فونداسیون، در زمان اجرا باید به نحوی کارگزاری بشه که پس از بتون ریزی اطراف الکترود حداقل 5 سانتی متر از بتون پوشیده بشه. از میلگرد 10 میلی متر و تسمه با سطح مقطعی 75 میلی متر مربع و ضخامت 3 میلی متر میشه به عنوان الکترود زمین فونداسیون استفاده کرد. این ابعادی که خدمت شما عرض کردم در جدول P1.1024 مبحث 13 مقررات ملی ساختمان هم به اون اشاره شده. و در آخر پس از اجرای الکترود زمین فونداسیون میبایست حتما تست پیوستگی الکتریکی الکترود انجام بشه. طبق بند 7.3 حداکثر مقاومتی که دستگاه به ما نشون میده در هنگام اندازه‌گیری پیوستگی از هر نقطه‌ای از الکترود زمین فونداسیون تا شینه اصلی نباید از 0.2 اوم تجاوز کنه. و در آخر و نکته نهایی این که اگر قرار هستش که مقاومت الکترود فونداسیون زمین اندازه‌گیری بشه، باید حداقل 28 روز طبق این استاندارد از آخرین مرحله بتون ریزی گذشته باشه تا بشه به عدد واقعی مقاومت الکترود زمین دست پیدا کنیم. نکاتی که خدمتتون عرض کردم فقط بخشی از استاندارد 23064 بود و مطالب تکمیلی از جمله اینکه اتصالات الکترودهای زمین فونداسیون باید به چه صورت باشه و سایر شرایطی که الکترود زمین فونداسیون داره رو دوستان میتونن رجوع کنن و به صورت کامل مشاهده کنن.